آقا سلام. چی هم از اون یوتیوب دارید آخه؟ چرا ما نشته باشیم تو این چنل؟ نمیخوام بهت بگم چیکار کنم، نمیخوام بگم چیکار نکن، نمیخوام بگم هیچ. میخوام بیت پلی کنم به سبک خودم، روش شعر که نه حرف بزنم، هرچی دوست داشتید بهش اسمشو بذارید، رپ بذارید، هرچی. سریع هم میریم سراغ اصل موضوع. بعد بیتای مختلف رو میذارم، یعنی من مثلا این بیت کسشریه دوستم. میدونی تو این بازی مال داشت، هرکی که بوده بای خیلی خواهی داشت. اگه نداری وجود بهتره بکنی تو چند بری سکوت. من میخونم به جای فوت سرود آز یادش بخیر. کسا شرترین فیت چیز بود به نظرم تاریخ رپ فارسی. تو عاشق رضا پیشرو وقتی باشی اینو بگی نمیدونم واقعا یعنی چی، ولی کسشر بود دیگه حاجی. بعد قسمت رضاش خوبه، علی اوج کس خوند چی اینجا، واقعا کس خوند، قبول کنید. به عنوان یک کسی که از 7 سالگی رپ گوش میده میگم من اولین آهنگی که نوشتم آهنگ چیز بود، رپشو نوشتم که حفظ بتونم بکنمش، رپ سروش هیچکس بود. اونجا که میگه دیشب بود چریدن کاغذ خودکار، منم از صبح کردم نشخوار، شعر رو تا ببینم اگه خوشمزه است واسط بذارم تو بشقاب. نه دهنیه از اون. آره خلاصه بهش کن. دوستان از ساوندکلاود اومدم بیرون تا اطلاع ثانوی، بعد منو تحمل کنید. از این داستانا هم خوشم نمیاد که بذارم براتون. اون صدای چیه قورباغه هست، بعد میندازن رو اون لوگوی باب اسفنجی تو منت باید بالا میسازه. کس شعره بابا، اینا کس شعره. کس شعره چیز دیگری است که در این جهان زیاد در اون مردم خیلی حرف میزنن. بعد اگه یه جایی از مثلا ویدیو دوست داشتید برید، اصلا کیرم هم نیست هیچی. من اینکه به شما توهین بکنم، من کلا به هیچ انسانی توهین نمیکنم، ولی کن خود بودن رو دوست داریم چیز کنیم. اینجا حاجی بیت خالی من این همه داشتم، واقعا میزنیم بیت رایگان مگه اینکه بفهمن حاجی عجب دنیایی شده. او بچه یه بیت گنگی نوشته. اول نظرم این بیت چیه اگه حال کردیم روش میخونم. نه خوبه حاجی، خوبه تا اینجا که خوبه، اولد اسکوله. یا من زندگیام و ریتم و اعتراض توشه، تن و رفیقم من متفون و انفجار توشه، کمی الکل میریزم تا انتهای روده، آسفالت میکنم خودم و کف خاک کوچه، جون میدم من واسه آتیش بازی حاجی، من خون میریزم واسه هموطنم. یادیت پدر بزرگم که میگو پدر تو بچه، اسم تو حماسی و آریایی باشه که من میکروفون رو قود دادم اشتباهی این با یه جورایی بیشتر شد، اشتهام به هیپ هاپ نور شدم واسه همه کوچه های تاریکی که حک شده، دیوار شیلی یا رب کاره، دوباره سیاه سالی بغلا، دوباره دستامونم بالا باز بالا باز خود همراهمونه. قبلش خونده بودم چند تا بیت گلومم گرفت، میخوام بزنم باهات پی کما یادم میاد تو ساعت میگه بلند شد بود بعد سری بری سر روتینه تا چند وقت دیگه. بچه من ادیتارم کلی ادیت عقب مونده دارم، من با تخمم نیست دوست دارم بکنم رپ، چون میدونم با این عشق و حال هرچند کوچیک من میرسه پولا بعد نه مثل هود کیف و البته دارم بهش ارادت، ازش بچه خوب صدا تالنت، شهرم میدونی ایران پر تالنت، امریکا نگاهیدم با تالنتش. ای بیای سمت منم با هم دیگه حال میکنیم. ای 2 دقیقه مونده از این فکر میکنی نفسم میگیره، میخوام بزنم توی فلو چرت، بیام با هم بکنیم بازی و دست منو بگیر از قصد، میدونم میدونی تیر نمیشی از من، باید بخونی پلیس و خبر. هی قشنگ خوندم ولی خوب بود.
قشنگ خوندم ولی خوب بود. 5 دقیقه ویدیو شد. تا فردا خدافظ. اچه اینجا دفتر کارمه، کارفرما هم میتونه منو ببینه، ولی خب اونجا که کارم خوبه کاری بهم نره.